دکتر بهش میگه که میاد به دکتر میگه اون پشت خربوزه بکار و فلان اینا. وقت با بزرگت میگه برو با پیکار ولم کن تو رو به خدا. باقی هم میگه خب موسی دکتر خیلی خوب آقا جون، چرا حالا عصبانی شدی؟ اگه دیگه عصبانی نشید دکتر، براشون خوب نیست. زغار خانم شما بهشون بگویی. بگویی. وقت دکتر میگه که این که دیگه او آوله این از کدوم اتاق در رفت؟ حواسش پرت. میگم این کیه؟ ببین بی خود حواسش پرت نشد. دکتر بیا. اون دکتر اومد. وقت میگه که پرویزم میگه که حالا ول کن، تا هم هر وقت میگه اینجا میگی نمیدونم کدو بکار رو تو میای یاب بدی. آخه اینجا تو این حرفا رو میزدی ایران بزی خوشگله جلو با رد شه و بعد گرفتی میگه که بعد اونم میگه که دکتر ولمون کن تو رو به خدا، حوصله داریم. خب آقا جون ما که حرفی نداریم که، ما گفتیم کدو بکارید و آبش بدی. باور کنید که 5 کیلو میشه دینا. اکو چیکوا بس